سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با آموزش از بین بردن سولفات های قطعات الکترونیکی. عیدو به همتون تبریک میگم. من یه چند مدتی سرم شلوغ بود ولی امروز برگشتیم پرقدرت. خب این سولفاتی که بهتون میگفتم تو همه قطعات الکترونیکی به وجود میاد. حالا فرقی نداره کامپیوتر باشه، حالا هر قطعه دیگه که باشه. این قسمت های طلایی رنگ، الان این رمو میبینین، این قسمت ها، خب این قسمت ها اینا بیشتر رنگشون به نارنجی میزنه و سیاهی که نشان داده سولفات شدنشونه. خب بعد این سولفات شدن باعث افت پرفورمنس، بعد اینکه باعث مثلا میشه که ایرورایی مثلا میده که با از بین بردن این سولفات ها باعث میشه که ایرور از بین بره. خب از بین بردن سولفات بعد چیکار کنین؟ شما رمو میذارین مثلا یه جایی قشنگ، مراقب باشین که نشکنه. چیکار میکنین؟ یک عدد پاک کن مداد پاک کن میارین، بعد این قسمت های طلایی رنگ رو با پاک کن قشنگ پاکشون میکنی. حالا من اینو قبلا پاک کردم، شاید سولفاتاش اصلا نداره، خب شاید تو دوربینم زیاد معلوم نکنه، ولی اگه جدید داشته باشه میتونی ببینید یه مدت استفاده کردم و ببینید شاید یکم احساس تغییر رنگ بکنید توی دوربین. این طرف زردی بیشتر به زردی کم میزنه، ولی من چون سولفاتاشو پاک کردم زیاد سولفات نداره. خب این از رم، هر دو طرفشو قشنگ پاک کنین، هر چند تا رم که دارین. بعد اینکه پاک کردین، هر قطعه الکترونیکی که بهتون گفتم، مثلا خود همین هارد، خب این هارد هم این قسمتاشو میبینین، اینجای ساتا، اینجای برقه. این برق زیاد تو پرفورمنسش موردی نداره، ولی این اطلاعات اینجا میگیره، تو خواندن اطلاعاتش تاثیر داره، باعث مثلا افت پرفورمنسش یا بیشتر مثلا یکم هنگ کردنش میشه. به مرور زمان مثلا نمیاد مثلا از حالت فابریکیش قوی تر بشه، این قوی تر نمیکنه. این روشی که دارم بهتون میگم، مثلا اینو صفر خریدین، مثلا بهتون مثال میذارم 3000 مگابایت مثلا مگابایت بر ثانیه مثال میذارم، این همه نیست سرعتش. 3000 مگابایت بر ثانیه مثلا میبینین خواندن نوشتن میدم، به مرور مثلا زمان میشه 2800 2500. اینا با انجام این کار مثلا سرعتش یکم بهتر میشه اگه سولفات داشته باشه. خب ولی نمیگم این هم از سرعتش، این نهایت مثلا بده 250، نهایت به تریکونه 150، اینو سرعتشه، نهایت به تریکونه 150 این. حالا چون این قدیمیه، خب با سولفاتاش من همه اینا رو پاک کردم، ولی باز واسهتون نشون میدم. واسه پاک کردن این با حواستون باشه چون اینا ظریفن. خب ناکنین اینجا خالیه، این قسمتشون خالیه، اینا میشکنه که با اون پاک کن فشار بدین از این قسمت پاکی که میکنی این میشکنه. چیکار باید بکنی؟ عین من میبینین اینجا یه چیزایی گذاشتم، اونا در واقع گوش پاک کنه. خب این کارو گوش پاک کنه، میبینین تیکه تیکش میکنین. قبل اینکه تیکه تیکش بکنین چیکار میکنین؟ اینو میذارین مثلا یه جایی با یه چیزی میزنین که این کم صاف بشه، خب زیاد صاف نشه که یکم گودی داشته باشه که اونجا قشنگ کیپ وایسته، همونطور که میبینین کیپ وایسته. خب بعد اینو میارین این تو میندازین این تو که این قشنگ صفر وایسته. وقتی دارین با پاک کن پاکش میکنین احیانا نشکنه. خب مثلا این الان وصل کردم، خب پاک کن این شکلی میارین این قسمت تو قشنگ پاک میکنین. حالا بعد اینکه پاک کردین با مسواکی چیزی قشنگ تمیزش بکنین که چیزی مثلا رفت این پشتشون این قسمت ها تمیز بشه. خب حالا من اینو بعدا در میارم از این تو، یه چیز تیز میخواد که اینو بخوام در اومد. خب خب این از سولفات های هارد. حتی پشت سی پیو رو هم میتونین تمیز بکنین. بعد کارت گرافیک، حالا هر چیزی که این قسمت های طلایی رنگ که بهتون میگم داشته باشه رو میتونین قشنگ تمیز بکنین، باعث میشه افت پرفورمنستون برطرف بشه. افت پرفورمنستون میگم، سیستمتون مثلا پرفورمنسش رو نمیبره بالا، قوی تر نمیکنه، پرفورمنس رو بهتر میکنه. بعد ارورایی مثلا ممکنه از رم پیش بیاد، اون ارور رو برطرف میکنه. بعد یه چیز دیگه هم تو این ویدیو بهتون بگم در مورد خود سیستمه، در مورد تمیزکاری. ویدیو تمیزکاری لینکش هم این بغل میاد، میتونین بزنین برین نگاش بکنین. خب در مورد تمیزکاری یه چیزی بهتون بگم. یکی اومده بود پیشم سیستمش رو تمیز کرده بود، بعد وصل کرده بود روشن نشدش، میگفت روشن نمیشه. چیکار کرد؟ من اومدم چک کردم سیستمو، این کارو کرده بود. این هنگام تمیزکاری مثلا این سیمای پاورشو که ریخته بود بیرون، خب اینا این شکلی اینجا مونده بودن، اینو پشتی رو گذاشته بود، به این قسمت‌های رم فشار اومده بود. این پیناش یکیش 1/10 مثلا میلیمتر، حالا یک کمی خیلی کم، یکی از این پینا کج شده بود،
بعد باعث میشد سیستم ارور میداد، اصلا روشن نمیشد، ارور رم میداد، یکی از رم ها رو مثلا نمیخوند میگفت. بعد من اومدم چیکار کردم، رم عوض کردم، هر کار کردم این درست نشد فلان بهمان. حالا بعد از کلی مکافات چیکار کردم، اومدم پشتش این ور گشتم دیدم با یکی از این خارا پینا کج شده، اینو با انگشتم صاف کردم، عین ساعت کار کرد، درست شد. هنگام پاک کردن قطعات تو مثلا این تمیز میکنیم مراقب باشین به این پینا حساسن، اینا یکم کج بشن نمیشناسه رمتون، حواستون به اینا باشه. ممنون تا اینجا ویدیو همراه ما بودین، تا ویدیو دیگر بدرود.